سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك. و الله خودش فرموده که من دین با شما تکمیل کردم، پس اجازه نداره چیزی به دین اضافه کنه. مثلا دعا دین است، ذکر دین است، صدقه دین است، اخلاق دین است. به اینا اجازه نداره پیش خود چیزی اضافه کنی. هر چی که الله گفته همونطور بکن و به طریقه رسول صلی الله علیه و سلم عملی بکن. بدعت در لغت به معنای نوآوری و نو پیدا کردن چیزی در تمام امور الله. آنچه که الله امر کرده از مستحب و آداب شروع تا فرض عین، شما یک چیزی به اون نوآوری میکنید، این بدعت میگن. یا در سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در زندگی نامه 23 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنچه که امر و نهی کرده شما یک چیز نوآوری میکنیم، این بدعت میگن. بدعت نوآوری در امور الله. امور الله چی معنا داره؟ آنچه که الله امر کرده شما باز یک چیز نو او درست میکنیم. یعنی شما به این معنا که نعوذ بالله امر الله کامل نیست و باز ما کاملش میکنیم. غزلی معین خوندن، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والكبریاء والجبروت، سبحان الملك القدوس. یا دیگر یعنی این ذکرهایی که هست مخصوص کرده خوندن، این بدعت است. این نه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز نماز تراویح خوندن و در زمان صحابگان، تابعین، تبع تابعین نبود این چیز. این چیز مردم چی کردن؟ خودشون پیدا کردن. وقتی که 4 رکعت نماز میخونید، وقتی دمگیری میبیاد، همه باید، بعضی آدم خسته بود 2 رکعت نماز خوندنش ممکن، بعضی آدم آب مینوشد، بعضی آدم طهارتش نو میکند، بعضی آدم قرآن تلاوت میکند، بعضی آدم ذکر میکند. اما یک ذکر معین گذاشتن این بدعت است، این وجود ندارد. بارک الله فیک. بدعت 2 قسم است. بدعت فی الدین، یعنی بدعت در دین حرام است، و بدعت للدین، بدعت بیرون از دین. دین چیست؟ نماز، روزه، حج، زکات، نکاح، جهاد، قتال، صدقه، اخلاق، ذکر، دعا، عبادت، نذر، ذبح، قربانی، محبت، خوف، امر و نهی الله، خلاص اینا همه دین است. در اینا هیچ کس اجازه نداره چیزی اضافه بکنه. اگه اضافه بکنه این بدعت است. و تعیین کننده هر حکم عبادت الله است. تعیین کننده هر طریقه و روشی که باید چی رقم عملی شه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر نفر بدعت ایجاد میکنه، این بدعت حرام است. و اگر این جایز و ثواب بگه نعوذ بالله، این کفر است. چرا؟ حرام و حلال گفته. الله جل شانه در سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آورده، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسایی که به الله ایمان آوردن، در مورد امور الله، یعنی هر امر الله و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ چیزی کم و اضافه نکنیم، مقدم و مؤخر نکنیم، جلو و دنبال نکنیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرماید من احدث فی امرنا هذا، کسی که ایجاد کرد یک چیزی را در امر ما یعنی کتاب الله و سنت، هذا ما لیس منه، او از ما نیست، نه عمل از ماست نه کسی که این را ایجاد کرده، یعنی فرد، هر دو از ما نیست، فهو رد، هر دو مردود و حرام است. یعنی ایجاد کننده عمل امت رسول الله حساب نمیشه و ایجاد کننده عمل، خود عمل مردود و حرام است. و کسی که عمل ایجاد کرده، بدعت اختراع کرده، این دیگه به بندگی خود به الله شک داره و به امت بودن خود به نبی صلی الله علیه و سلم شک داره. چرا؟ اگه به ذات و صفات الله یقین داره که دین الله تکمیل است، شامل است، کامل است، حق است، دیگه نیاز به پینا و پیوند نداره و الله خودش فرموده که من دین با شما تکمیل کردم، پس اجازه نداره چیزی به دین اضافه کنه. مثلا دعا دین است، ذکر دین است، صدقه دین است، اخلاق دین است. به اینا اجازه نداره پیش خود چیزی اضافه کنی. هر چی که الله گفته همونطور بکن و به طریقه رسول صلی الله علیه و سلم عملی بکن. و دیگه رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که شر الامور محدثاتها، بدترین کارها در امور زندگی احداث و ایجاد کردن بدعت است. و شر الامور محدثاتها، بدترین کارها ایجاد کردن بدعت است. و کل محدثه بدعه، هر بدعت گمراهی است. و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی آتش جهنم است. پس انسان بدعتی رسول الله صلی الله علیه و در حدیث صحیح میفرماید کلمه خواندن او، نماز خواندن او، روزه گرفتن او، زکات دادن او، حج کردن او، جهاد مسلحانه برای دشمن، هیچ عبادت بدعتی به پیشگاه الله قبول نمیشه. از اسلام چنان بیرون میشه مثل که مو خمیر بیرون شه. راوی حدیث حذیفه بن یمان رضی الله عنه در صحیح در سنن ابن ماجه.
پس هیچ عمل بدعتی قبول نمیشه و اگه بدعتی بدعت میکنه باز این عبادت میگه، دین میگه، ثواب میگه و این کفر است. چرا که این بدعت حرام است و این حرام حلال میگه و عبادت میگه. پس این عذرم به ریزی جهالت نیست، باید دین یاد بگیره. پس ما شما کوشش کنیم که بدعت انجام ندیم و از بدعت پرهیز کنیم. امام مالک رحمه الله میفرماید کسی که بدعت انجام میده او رسول الله صلی الله علیه و آله جاهل و خیانتگر و احمق خوانده، نعوذ بالله. و امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید کسی که بدعت در دین انجام میده او دعوای الوهیت کرده، یعنی دعوای الله بودن کرده، نعوذ بالله. یعنی گفته که الله تعیین کننده حکم عبادت است، باشه الله صحیح چی نکرده، من دعوای الله بودن میکنم، من یک چیز تعیین میکنم. و رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین کننده طریقه و راه و روش است، بازی آمده از پیش خود یک روش به جای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش خود تعیین کرده، نعوذ بالله. پس این گپ غلط است. ما بنده رسم و رواج و عنعنه و بابا و بیبی و عرف نیستیم، بنده الله هستیم. ما امت رسم و رواج نیستیم، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین از پدر و بابا و اجداد ما نیست، دین از الله و رسول است. باید آن چه که انجام میدیم از آدرس الله و رسول صلی الله علیه و سلم باید اسناد داشته باشه. اگر اسناد نداشته او دین نیست و ما مکلف انجام او هم نیستیم.